به پارت یکی آموزش کالاف با داشیمان خوش اومدین. آقا داخل کاستوما میخوام یه چیزی بهتون یاد بدم. فقط صداتون رو ببندید، صدای انمی رو ببندید که فوش نخورید. اینجا ما میایم پایین و گاندراپ رو میکشیم، ولی فرار نمیکنه همینجا وای میسیم که هر کی اومد اذیتش کنیم. اولیشون که اومد اینجا ریدم تو اون اتچمنت بیوایم. حالا اینجا مرد. اینجا میریم جلوتر، میبینیم دوباره یکی دیگه میاد، دوباره میاد، ولی اینجا وان شات میکنیم. نه ببخشید، اول فریز میکنم بعد وان شات میکنم. اینجوری قشنگتر بود بگم. حالا دوباره باز یکی دیگه میاد، همونو دوباره میزنیمش. اینجا یکی، اینم یکی، دوباره میزنیمش. باز میریم بعدن دیگه از یارمونم کمک میگیریم، میگه یارمونم بیاد. اینجا یکی دیگه هم دوباره میزنیم. بچه‌ها این مخصوص اون کاستومایی که مثلا 20 نفر 16 نفرن، همونجور میزنیم دهن اینا رو فشاریشون میکنیم. اینجا با یارم که همه رو داشت، همین مخصوصا اینو خیلی فشاری کردیم. حالا شاید صداش بیاد ولی صداش نیاد بهتره. اینجا این داداشمون میره پایین، میریم دنبالش، میگیم کجا میری بابا بیا اینجا، داشیمان اومده دنبالت. میریم یکم فریز میکنیم به کوربازی. اینم از این آموزشای داشیمان، ولی ته این کارا بچه همش بدبختیه. این داداش فشاریمون هم اینجا دوباره میزنیمش. میریم اینجا دیگه بهمون راش شدن. با 117 یارم رنده کردم، بعدم رنده کردن ها. از سیب زمینی و پیاز بدتر رنده کردن. اینجا که همشون دیگه به من راش دادن و مدیکو زدم تا اولیشونو بزنم، دومیشونم زدم، سومیشونم زدم، هیچ کدومشونو نزدم، آخرم مردم. تموم. آموزش بعدی فعلا.